سلام بچه ها، چطورین؟ باز اومدیم با یه گیم پلی بدواردی خفن جدید خیلی باحال. این گیم پلی که میخوام انجام بدیم یک کم که نه، خیلی هم که نه، تقریبا میشه گفت متوسط با گیم پلی قبلی که گذاشتم فرق میکنه، چون قراره تو این گیم پلی دو تا ریسورس پک خیلی عجیب رو که میتونیم تو بدوارد استفاده کنیم تو حالت عادی هم میتونیم استفاده کنیم، ولی من میخوام تو بدوارد استفادهشون کنم که یک کموی بازی کردن باش جالب میشه و سخت. دو تا کلا داریم. من اولی بازی رو سخت برامون میکنه، اصلا خیلی سخت. دومی یکم بازی جالب میشه، یکم شاید گیج کننده هم باشه چون همه چیز جدید میشه دیگه، ولی بازم باحال میشه. در کل بریم اول از همه بدون یاد بدم که چجوری این دوتا مود رو نصب کنید. اسم این دوتا مود رو توی دیسکریپشن گذاشتم، این پایینم میاد براتون مینویسم. این دوتا مود رو میتونید برید از سایت دانلود کنید. اگر نمیدین چجوری اینجا منویسید مود، این اسم مود رو بریم. خب الان این اینجا اسم مودتون رو می‌نویسید، بعد از اون میزنید برای چه نسخه میخواید. مثلا من برای یک 19.4 فورج میخوام یا فبریکش انتخاب میکنید و بعد از اینکه سرچ کردید براتون این مود رو توی سایت مختلف میبره. اگه فورج هستید پیشنهاد کنم از سایت خود فورج دانلود کنید. حالا اگه توی خود سایت فورج مود خاصی پیدا نکردید برای اون نسخه‌ای که میخواید، شاید تو سایت های دیگه گیرتون بیاد، مثلا تو این سایت گیرم بیاد. در کل حالا روش دوم که اگه از این طریق پیدا نکردید، اگر از لانچر تی لانچر استفاده کنید، چون من از لانچر تی لانچر استفاده میکنم، اینجا یه دونه ماد پک برای خودتون درست میکنید که خیلی ساده هستش، میدم خیلیتون بلد دیگه. میاد اینجا این دوتا مود رو سرچ میکنید، یه دونه MS پنتید فلان هستش، یه دونه هم نو تکسچر هستش که دوتا مود خیلی جالب هستن. این دوتا رو اینجا سرچ میکنید. برای نسخه ها خیلی نسخه هست، مثلا این برای 1.20 هست. حالا 1.20 پایینتر نصب کنید، هم 1.20 هست هم 1.20 به پایینتر. دومی هم MS فلان توی بخش ریسورس پک سرچش کنید یا انگلیسی هم سرچ بشه. این ورد آوردش. حالا فعلا نمیخوام چیز خاصی نشونتون بدم. این از این میتونید این دوتا رو از اینجا اینستال کنید. حالا بریم سراغ بازی، ببینیم چه شکلی میشه تو بازی و این حرفا. خب بچه های کانال کارتون که رفت اومدیم با تست، میخوایم الان بریم تست کنیم ببینیم این ریسورس بک های خفن چند. راستشو بخوای این ویدیویی که الان میخوام تست کنم مال یه روز بعد از اون آموزش اولیه که دیدید، چون مایکرافت هم به مشکل برخورد و این حرفا. حالا مهم نیستش زیاد، خوشبختانه کلا اصلا حلش کردن. کامپیوتر مثلا وضعیتی بود اصلا نمیدونم، ولش کن. خب اول از همه من میخوام از همین جایی که از ریسورس پک هامو نشونتون بدم. این ریسورس پک خیلی خفنه و یه کمی بازی رو جذابم میکنه و همچنین کارتونی میکنه، شبیه باب اسفنجی میشه، اصلا خیلی عجیب غریب میشه. حالا بذارید با هم دیگه بریم ببینیم با هم دیگه. خب بریم این ریسورس پک رو من آن کنم. به به خورشیدش بهت سلام میکنه. من خورشیدش ندیده بودم، خیلی باله واقعا. خورشید اینجوریه، ابراش هم مثلا اوکی. زمینش رو اینی چه خوشگل شده، چه چیز باحالیه. این از این. یه دونه نو تکسچر هم داریم اینجا، این آشش. نو تکسچر یکی از وحشتناک ترین ریسورس پک هاست و من اول میخوام با این ریسورس پک برم و بازی کردن خیلی باهاش سخت است، خیلی چیزا اصلا بازی حذف میشه. خفن گند همه چیز سفید میشه. این برای کسایی که سفید خیلی دوست دارن، کسایی که سفید دوست دارن، سفید همه چیز سفید ماست، گچ میشه همه چی. اصلا دست هم ندارید، اینونتوری هم اصلا ندارید، اینونتوری وجود نداره. نمیدونم خواهم چجوری بازی کنم ولی تا حدود غیر ممکن هستش. اصلا عجیب چیه، هیچی نیست. من
زیر پام هیچ، این تکسچراش رفته. مثلا عجیب غریبه، واقعا عجیب غریبه و خیلی وحشتناک هستش. الان من خودم هم میبینم. میبینم اصلا واقعا جمع شده. سب کن بذار حسی بگم. سب کن این که سورده، یه دونه سورد پشم میخوام. تمام. من سابقه خوبی از کمک کردن به دیگران ندارم. یعنی شمشیر درسته. این مپش میدونید به چه دردی میخوره؟ این مپش خیلی خوبه چون راحت میشه توش امرال به دست آورد. راحت میشه توش امرال. چرا؟ چون امرالش وسط، کسی اصلا وسط نمیره. او من جان فدایی کردم برای گروه. اون شنل داره، من شنل میخوام. شاید من الان حس و حال مایکرافت چی بود زدن زیرمون، ولی واقعا بازی جالب شده. خوب. حالا اسکینا هست خیلی، ولی عجیب و غریبه. خیلی مثلا میگن سری بازی رو تمام کنم. اصلا نمیدونم بد چه شکلیه. فقط دارم میام تو بازی، میرم حمله میکنم چون هیچی معلوم نیست برام. پشمام برای کندن ایشون باید تلاش کرد. تنها چیزی که رنگی هستش تو این بازی فقط اسکین ها هستن. هیچ چیز دیگه نه بجز اسکین خودم. که اسکین خودم هم سیاسه، نه چشماش قرمزه. واقعا چی طراحی کردن؟ چه جالب. ببین چجوری بده ما رو دیدن. اونا از این ریسورس پک استفاده نمی کنن. ریسورس پک گنگ. خب بچه ها این ریسورس پک هم رفت به چیز. کلن من 2 تا قرار بود معرفی کنم، یه دونه دیگه هم دیدم دارم که زیاد چیز جالبی نیست، ولی اسمش هم میذارم براتون توی همین ویدیو. این ریسورس پکی که الان میخوام این ریسورس پکی که میخوام نشونتون بدم هم باحاله. بذاری اول اون رو نشون بدم، بعد اون ریسورس پک خفنه رو میخوام نشونتون بدم. صبر کن اگه بیفتیم چی میشه؟ نمیمیریم. چه خفنه. حالا ولش کن. خب بریم سراغ ریسورس پک بعدی. ریسورس پک بعدی ریسورس پک فتیفول هستش که من نسخه 32x رو دانلود کردم. توی تیرانچر 64ش هم بود. من الان اینو دانلود کردم. این حالا چی کار میکنه؟ میگید الان همونه که نه یک کموی بازی رو تیزتر میکنه، یعنی همه چیز رو تیزتر کرده. همه چی همون شکلیه ولی دوباره همون مپ شد. همه چی همون شکلیه ولی یک کموی خوشگلتر رو میگم تغییر کرده. در کل اگر توجه کنید تغییر کرده. حالا بریم تو بازی بیشتر با این ریسورس پک آشنا میشیم. ها رفتیم تو بازی. حالا ما تو بازی هستیم. من تو بازی هم میدونیم. این چیه؟ این کلش بدراکی، دستاش بدراکیه، چی بدراک نیست. خب ببینید باهوشا میان از چی استفاده میکنم؟ پشم. ولی من از پشم آبی استفاده میکنم. دلیلش هم این هستش که نمیدونم. توی کتاب خدا رحمتت کنه. بذار من راه تا ادامه بدم. من بلیچ تمرین کردم. زندگی شمشیراش هم درازن. نمیدونم چرا دراز و کلوف دارن. بیان 2 تا شد. شما چه مشکلی با ما دارید؟ شما نباید به ما فوش بدید. این از قوانین فیزیک خارجه. من خودتم میزنم. چون چه خفن چیز کردم. گوه خورم الان تمیزکاری میکنم. هر گوی که بودم رو تمیز میکنم. بودو این از کجا آمد؟ توی از کجا آمدی؟ بدراگ بیار. بذار من بدراگ بذارم. بذار من سرعه عملم خیلی بالاست.
تو با خون 12 اومدی چیز ما رو چی کنی؟ نه، حرفای بد نزنیم بچه، حرفای خوب بزنیم. بستنی دوست داری؟ بستنی. این 2 تا شدن. الان من میتونم اینا رو ریپورت کنم. داشتم با هم دیگه بازی میکردن، یکی آبی بود یکی قرمز بود. میگه من اینا دارم میام، ما نریم، ما هم میریم. یا خدا چه راه میزنیم بدبخت. بذار من اینجا خودم قایم کنه. دید منو. خیلی جالبه نه؟ منو میکشن. خیلی جالبه. منی که اینقدر گنگسترم خفنم. این آبی داره میاد. وای حالا چیکار کنم؟ آبی که بلم. کجایی؟ چی خوشگله نید؟ عقل. یه چیزی انسان ها دارن بهش میگن عقل. نمیدونم هزیون میگن بعضی وقتا. شروور. خودم هم نمیدونم چی میگم، ولی یه چی میگم دیگه. بیا. چرا من هر وقت میخوام دارم بد بزنم بدشونو زدن بدبخت ها. یعنی خب چون من نمیتونم بد بزنم. خیلی چه جالب بد ما رو زدن. والا چاش باحال. این دیسوسپکش چیز میزاش باحاله. مثلا چیزش مثلا پشمام ریخته. الان من میخوام این زاویه رو ببینید، اینجا ببینید. الان من بیام اینجا این ریسورس بگو قرفا کنم، اینجوری میشه بازی. آقا چی شد؟ وات چی شد؟ نمیدونم چی شد، ولی یه اتفاق افتاد دیگه. اینجا مهم نیستش. بریم سراغ ریسورس پک بعدی. ریسورس پک بعدی خیلی خفنه. اختاپوس پشمام. این مثلا محمد 5 ساله از تهران هستم، نقاشی کشیدم. آفرین. خیلی زیبا و خوشگل. اصلا عشق میکنه آدم اینو استفاده میکنه. اصلا سردشو سرد نیست که الماسه. الان من با این میرم. آفرین. الان من برم با این کسی بزنم. بدبخت. با این کسی بزنم احساس افتخار میکنم. واقعا این از روی چی درست کردن؟ خیلی عجیب غریبه ها. من نمیدونستم سرعتم زیاد میشه اگه این کار کنم. آفرین ببلم. آفرین. یا خدا این چی بود؟ کی زد؟ از کجا بود؟ از کجاها بود؟ هه دایمندش اصلا الماسه. دایمندیست الماس. برای خودم اینجا سرپناه درست میکنم. یه دونه بستنی فروشی اینجا میزنم، بعد پیاز اینجا میفروشم. یا نیفتم. خوبه. یه دونه دیگه هم دارم. یا حالا هر کی جیگلشو داله به من حمله دونه. چی صدای گوبلینای کلک چی؟ نه این چیه؟ کی گذاری؟ پشمام از این وره در دارن اینا. ما تا حالا در ندیده بودیم از نزدیک. من تا حالا در ندیدم. اولین باریه که دارم فرار میکنم بعد از ریدم به یک بد.
به یک گروه. اینا از من بدبخت‌ترن. بریم سراغ بده بعدی. الان انگیزه گرفتم. یه آهنگ انگیزشی بذارم. آره درسته. آره خودشه. من به هدفم میرسم. تلاش کنم. تلاش. گنگ هیچ آسانسور دارن. از اینجا پیام میاد بده شما رو زد. چه؟ انگیزه مهم انگیزه است. من بده را بردم. ها